منتخب نوراسانی تا 17 ساله تاجیک بار دوم به قطار دسته‌های ابرقدرت فوتبال سیاره شامل شد. شام امروز فوتبالبازان نوراس برای اشتراک در قهرمانی جهان به برزیل سفر می‌نمایند. با این مناسبت در مجمع فرهنگی فراغتی کاخ نوروز مراسم گسیل تیم نوراسانی مملکت با اشتراک پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی دایر گردید. در عرفه سفر دسته منتخب نوراسانی تا 17 ساله تاجیکستان با چمپیونات جهان 2019 و خوری پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی با ستاد مربیان و هیئت منتخب کشور در کاخ نوروز پایتخت صورت گرفت. پس از گرفتن عکس خاطره‌ای با هیئت دسته رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان با آنها صحبت گشاد و آزاد انجام داد. طی سالهای اخیر با دستگیری و هدایت‌های همواره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فوتبال در تاجیکستان با طور بی‌سابقه رشد و رواج یافت. گفت در آغاز صحبت رستم امامعلی ساکنان سربلند کشور از نسل نوراسی فوتبال میهن امیدی زیاد داشته با آنها اعتماد دارند. قطع نظر از رقیب شما را می‌گوید با باوری در میدان توپرانی کرده بهر بلند برداشتن اعتبار و نفوذ فوتبال تاجیک در عرصه بین‌المللی و پرافشانی پرچم ملی کشورمان تلاش ورزید. قید کرد در ادامه سخنرانی رهبر فدراسیون فوتبال تاجیکستان. در نوبت خود زیدین رحیموف سرمربی منتخب نوراسانی تا 17 ساله تاجیک از نام ستاد مربیان و شاگردانش با پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان جهت مهیا ساختن شرایط ارزنده مشق و تمرین و اشتراک در مسابقه‌های بین‌المللی اظهار سپاس نموده از نام خود و شاگردانش وعده داد که آنها در این معرکه بزرگ جهانی با تمام نیرو و اقتدار خویش برای بازسری بلند معرفی کردن کشور تلاش میکنند. Сегодня у нас последний день перед вылетом, как всем известно, на чемпионат мира в Бразилию. Нашей команде сегодня было приятно, что сам президент федерации пришел нас проводить, президент федерации футбола Рустам Эмомали, пришел проводить команду, пожелал очень многое, пообщался с каждым из ребят, каждый, как говорится, настроил на каждый матч. Это ребятам очень было приятно. И также мы свое тоже ему пообещали, что сколько нам удастся, столько мы отыграем, отдадим все силы, чтобы приехать с поднятой головой. دسته منتخب نوراسانی تا 17 ساله فوتبال تاجیک امشب توسط خط سیر هوایی دوشنبه استانبول سان پائولو با کشور برزیل که میزبان 18مین چمپیونات جهان بین نوراسان میباشد سفر میکنند. در شهر سان پائولو شاگردان زیدین رحیموف تا یک هفته جوامع تعلیمی و تمرینی گذرانده. سپس با شهر کاریاسیکا که مکان برگزاری همه بازی‌های دور گروهی تیم ما با همتایان خود از کامرون، اسپانیا و آرژانتین است راسیپور میگردند. قهرمانی جهان 26 اکتبر شروع شده تا 17 نوامبر در شهرهای کاریاسیکا، گویانا و گامای برزیل ادامه می‌یابد.